خبر خوب اینه که اگر ما بتونیم داروهایی که باعث ممانعت از پیشرفت دمانس بشن بتونیم درست کنیم، شاید بتونیم از پیشرفت MCI به سمت دمانس جلوگیری کنیم. از حدود سال 2000 توی دنیا کارهای متعددی برای اینکه ببینن کدوم مولکول یا کدوم پروتئین وقتی تغییر میکنه باعث میشه سلولای مغزی به سمت پروسه دمانس برن میشه اونا رو پیدا کنن. چندین تارگت پیدا کردن. آخرین تارگت هایی که پیدا کردن مربوط به پروتئین آمیلوئید برای دمانس آلزایمر هست که تا کنون، یعنی تا الان که سال 2025 هستیم، 3 تا داروی مختلف برای حذف پروتئین های آمیلوئید رسوب شده در مغز بیماران آلزایمری درست شده. البته هنوز این مسئله خیلی در ابتدای مسیر هست و نیاز به مطالعات و تحقیقات بیشتری هست، ولی این داروها افق خیلی روشنی رو برای ما ایجاد میکنن که شاید بتونیم با حذف این پروتئین های عامل بتونیم مانع از پیشرفت بیمار به سمت پروسه های پیشرفته تر دمانس بشیم. اگر ما بتونیم تو مرحله MCI بیماران رو تشخیص بدیم و بعد اون پروتئین عامل رو پیدا کنیم، شاید بتونیم با مهار اون پروتئین از پیشرفت به سمت دمانس پیشگیری کنیم و این با داروهایی که اخیراً ایجاد شده و در حال تولید هست ما رو خیلی خوشبین میکنه.